سلام، به چنل یوتیوب من خوش اومدین. امروز قراره که بیشتر منو بشناسیم. اسمم سحر، متولد سال 79 هم، 14 آذر و اینکه تازه 10 سالی که اومدیم کرج. قبلش یعنی 14 سالگی من خرمشهر بودم و خوزستانی هستیم اصالتاً. ما یه خانواده فوق‌العاده مذهبی داریم و اینکه اختلاف سنیم با خانواده و اعضای خانواده هم خیلی زیاده، یعنی با داداشم 15 سال، با خواهرم 12 سال و با مادر پدرم خب خیلی زیاد. واقعیت من بچگی آنچنان خاصی هم نداشتم، چون خب اختلاف سنیم با خانواده خیلی زیاد بود و همه خانواده من، همه اعضای خانواده من شاغل بودن. یعنی مامانم لباس فروشی کار میکرد از صبح تا شب، پدرم صبح اداره بود، عصرم که میرفت حالا مغازه کار میکرد، داداش منم مغازه کار میکرد صبح تا شب و خواهر من که دانشگاه میرفت، دانشگاه شیراز. و من داخل خونه تنها بودم همیشه، یعنی کلا از 5 سالگی به اونور کلا داخل خونه تنها بودم و همیشه هم درم قفل بود، یعنی نه همبازی داشتم نه هیچ. بالاخره من با آسیبای خیلی خیلی زیادی مواجه شدم، چون هیچ همبازی نداشتم، هیچ کسی رو نداشتم که بخوام مثلا روابط عمومی داشته باشم باهاش. و کل بچگی من با کارتون و فیلم و CD و بازیای مثلا پلی استیشن و اینا گذشت. و توی اون تایم من خیلی زیاد آسیب دیدم، 6 تا خودکشی ناموفق. شاید اصلا باورتون نشه ولی خب این قضیه بود. و افسردگی خیلی 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 حاد. بعدش که حالا یه سری اتفاقات افتاد، ما تصمیم گرفتیم که بیایم کرج زندگی کنیم، چون خب مادر منم جانبازه و خب ریه‌هاش، یعنی یه دونه تگش داخل ریه‌اش داره و تصمیم گرفتیم بیایم کرج که حالا بگیم آب و هوای کرج خب مطمئنا خیلی بهتر از خرمشهره. همش گرد و خاک. با تمام آسیبایی که داشتم وقتی اومدم کرج، من لکنت زبانم داشتم که رفتم مشاوره و درست شد. بعد آخر سر با کلی حالا ورزش آشنا شدم که یه ورزش خیلی 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 برای من باحال بود و اونم رشته اندرو و دانهیل که شاید اصلا هیچ کدومتون نشناسینش. یه رشته دوچرخه سواریه که قیمتاش هم از، یعنی الان بخوام بگم، از 250 میلیون اون دوچرخه ها شروع میشه تا مثلا به بالا. و اینکه مثلا عادت نداشتم که هیچ وقت مثلا به پدرم بگم بابا تو خدا برای من فلان چیزو بخر و اینا. هر وقت هر چیزی که من می‌خواستم عکس نشونش میدادن یا فیلم، گفتم که بابا مثلا من اینو دوست دارم و فلان و اینا، فرداش برام میخرید، یعنی هیچ منتی سر من نمیذاشت. و وقتی که فهمید من این قضیه رو، یعنی این دوچرخه خیلی دوست دارم و فلان و اینا، اون موقع سال نمیدونم چند بود، فکر کنم سال 94 95 اینا بود، نه یه 8 سال پیش 8 سال پیش بود که بابام اومد 5 میلیون داد، نه 6 میلیون داد، یه دونه اندرو رین جاینت 2016 برای من خرید که کلی تونستم توش موفق بشم. توی ایران براش حتی مسابقه هم نبود ولی تونستم مسابقهش رو برگزار کنم و اینکه با کلی اصرار و التماس، با اینکه مثلا دخترها تو رو خدا بیاین و اینا، پسرها دوچرخه‌هاشون رو قرض می‌دادن به دختر که دخترها بتونن شرکت کنن، چون رشته ما کلا سرپایین بود، یه چیزی مثل حالت موتور کراس، کلا سرپایینی بود. حالا داخل اینترنت بخوایم بزنین دانهیل یا مثلا اندرو، براتون رشتهش کاملا میاد، اصلا مناسب رکاب زدن و اینا نیست، فقط مناسب کوه و صخره و ایناست. و بعد از یه مدت که من خیلی عاشق این قضیه شدم، به پدرم گفتم که بابا من میخوام دانهیل داشته باشم. رفتم طلام فروختم، گوشیمو فروختم که بتونم یه دونه دانهیل داشته باشم برای خودم. حالا بقیه‌شم که بابا اومد دستش در نکنه بهم داد. مسابقه‌ش هم که ما تونستیم بذاریم و واقعیت هم خیلی سخت بود، چون مسابقه برای پسرها بود و اصلا داخل ایران مسابقه برای دخترها نداشت. یعنی خیلی، یعنی 2 سال من دوندگی کردم که بتونم این مسابقات رو داشته باشم و مسابقاتم برگزار شد. خیلی از خانمایی که موتور کراس سوار بودن اومدن داخل این مسابقه و تونستم مقام آور بشن. من خودم خب سررشته‌ای نداشتم، مربی آنچنانی نداشتم که مثلا بخواد بهم کمک کنه، ولی بعد از یه مدت هم مربی اومد هم اسپانسر تونستیم
داشته باشیم و کلی توی این راه کمکم کردن. اینم که مدالای منه. اینم کلی مدال من. خیلی ذوق کردم بهشون رسیدم. خیلی واقعا آرزو داشتم که به یه جایی برسم توی این قضیه. ولی خب در کل آخرین بار که یعنی گذاشتم کنار دیگه، میدونیم چون که ما یه مسابقه داشتیم داخل قزوین و اینکه متاسفانه من توی دوره تمرینی یه دونه رمپ بود، بارون خیلی شدید داشت میومد و اینکه من قبلش لیز میخورم، ولی خب چون دوره تایم گیری بود من مجبور شدم که با سرعت خیلی زیاد برم، ولی خب سرعتم اونقدر زیاد نبود که بتونم اون رمپ رو رد کنم. تو هوا دیدم که به اون قسمت فرودش نمیرسم، پس دوچرخه را خودم رها کردم و با زانو، یعنی فرودم با زانو تو سنگ تیز بود و مینیست که پامو از دست دادم، مینیست که پام پاره شد واقعیت و کلی زانو آسیب دید. بعد پامو عمل میکردم ولی خب متاسفانه هیچ حامی نداشتم. از سمت خود فدراسیون دوچرخه سواری هم خیلی اذیتم کردن شدیدن، یعنی اومدن با من عکس و فیلماشون رو گرفتن که آره ما کمکت میکنیم، ما فلان بیسار بیا نومتو بگیر، ما مثلا تو بهترین حالا پزشکا میبریم تو اینا عملتو انجام بدی، در صورتی که اصلا هیچ کاری برای من نکردن و پای من همونجوری آسیب دیده تا چند سال مون. و این قضیه جوری بود که من یعنی وقتی که حالا 1 سال گذشت من دیگه نمیتونستم بگم که آقا من میخوام عمل کنم، چون دیگه هر اتفاقی که افتاده بود. و سال 98 کلا این قضیه برای من دیگه تموم شد و همون سال 98 هم نزدیک 76 میلیون فقط پول عمل پام بود که نتونستم و بیخیالش شدم. و در کل خواستم بگم که یه سری اتفاقایی میافته که خیلی ناامیدت میکنه، ولی خب بازم میتونی کلی امید داشته باشی و کلی اتفاقات خوب قرار برات بیافته و فکر نکن که این پایان راهه. فکر کنم دیگه خیلی زیاد صحبت کردم. توی پارت بعدی قرار بگم که من حالا چه شغلایی داشتم، چه شغلایی عوض کردم تا فهمیدم دقیقاً به چی علاقه دارم و اینکه میخوام بگم که اصلا چجوری تونستم این ماشینمو بخرم. پس حتما چنلمو سابسکرایب کن و اینکه منو داشته باش، زنگوله‌رم بزن که من پست گذاشتم بتونی ببینی و اینکه خیلی دوستتون دارم. خیلی مرسی که تا اینجای راه همراه من بودین و امیدوارم که بتونیم روزای خیلی خیلی خوبی در کنار هم با هم دیگه سپری کنیم. بوس بهتون، بوس به کلتون.